باری آخر جلالالدین اویف ساکنی 61 ساله ورزاب را در همین مکان دیدند. با چارواچرانی مشغول بود که باران سیل بارید. همکنون 3 روز باز خانواده از او درکی ندارند. پیوندان میگویند روزی 5 می آنها را آگاه کرد که احتیاط کنند سطح آب دریا بلند می شود و خودش رفت. ساعت 7 خانه برآمده مالش گرفته رفت. ساعت 1 بارون گرفت مالش شکر آمده وای شد اومد تو همین سری کوله ای سری کول بدرک شد. نزدیکان یک جا با همدیه ها 3 روز باز دریا و کولها را جستجو دارند. میگویند در روز اولی حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده و مقامات ناحیه را آگاه کرده بودند. این حال مردمی مثلا محله کتی هم برآمدگان سرجم تا حال کوفتستیم تراکتور رو آوریم در نوع قوله کوفتستان مقصد تا یکون سامان مونده گفتم مثلا امید داریم. جلالالدین اویف در دهه دهنه ناحیه ورزاب زندگی میکرد. او هم در روز ناپدید شد که سیل آمد و زمینهای مردم، مکتب و کوپروک دهه را ویران کرد. نمایندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در ورزاب میگویند چند روز باز در دهه‌هایی که آسیب بیشتر دیدند مشغول کارند و حالا به دهه دهنه میروند. مقامات از بی‌پروایی مردم هم به هشدار و آگاهی ها نگرانی میکنند. میگویند قبل از آفت‌های طبیعی به ساکنان هشدار دادند که احتیاط کنند و به مکان‌های آسیب پذیر در برابر سیل و آبخیزی نروند. مخصوصا در منطقه‌های کوهی با اهالی مراجعت کرده خواهشمند است در این روزها باید که خیلی احتیاطکار باشند. اهالی که در دامن کوه و کوهسار زندگی میکند خواهشمندیم از راه اندازی کارهای صحرایی یا اینکه جمع‌آوری آن زراعت‌هایی که در دامن کوه و کوهسار است باید که خودداری کنند. خیزی که در تاجیکستان چند روز باز ادامه دارد تا کنون سبب مرگ 3 نفر شده است. خانه و کشتزار زیادی آسیب دیدند. فلاکت ممکن است تکرار شود. برای همین هواشناسان تاجیک از ساکنان وحدت و ورزاب، حصار و نورک و نواحی دیگر خواستند روزهای 10 و 12 می به کوه و صحرا نروند.